حکم کسی که ملاها را دشنام میدهد بر علما و دعوتگران و نصیحتگرانی که احکام و مسائل دینی بیان می کنند تحقیر و توهین و حتی دشنامهای فحش می دهد. حکمش چیست؟ آیا چنین نفر کافر می شود و همسرش طلاق می شود؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، البته تحقیر و توهین و دشنامهای فحش دادن بر هیچ مسلمان جایز نیست، چه جایی که بر ملاها و دعوتگران و نصیحتگران باشد. این فسق آشکاراست، انسان فاسق می شود. بلکه تحقیر و توهین و دشنام فحش دادن بر ملاها و دعوتگران و نصیحتگران خیلی خطرناک است که حتی به درجه کفر هم می رسد، چون این نفر مرتکب گناه کبیره و فاسق شمرده می شود و در بعضی حالتها حکم به کفر هم کرده می شود. پناه به خداوند، من کسی را حکم به کفر نمی کنم، ولی در کتاب های فتوا چون این نفر را حکم به کفر کرده اند. این مسئله خیلی خطرناک است. من از پیش خود چیزی نمی گویم، فقط نقل فتوا می کنم. در معتبرترین کتاب فتوا در مذهب حنفی، الفتاوی الهندیه، مشهور به فتاوای عالمگیری آمده است: من ابغض عالما من غیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر. یعنی هر کسی بی یگان سبب بر عالم دشمنی و بدبینی کند، بر او خوف کفر است. همچنین آمده است: جاهل قال، آنها که علم می آموزند داستان هاست که می آموزند، او قال باد است که می گویند، او قال تزویر است، هذا كله کفر کذا فی المحیط. یعنی اگر جاهل بگوید که تعلیمات دینی که ملاها و نصیحتگران می آموزند داستان ها، یعنی قصه ها و افسانه هاست بگوید، یا درباره سخنان نصیحتگران بگوید که باد است که میگویند، یعنی آنها از هوا میگویند، یا تزویر است یعنی فریب است بگوید، در همه این حالت ها کافر می شود. در فتاوای تاتارخانیه و احسن الفتاوا نیز چنین آمده است که از معتبرترین کتاب های فتوا در مذهب حنفی به شمار می روند. در فتاوای منبع العلوم تألیف مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله که از فتاوای معتبر اهل سنت می باشد آمده است: اگر کسی بگوید این مبلغان یا این ملاها ملک را تباه کرده اند، یعنی چطوری که مردم ما میگویند دنیا از دست ملاها ویران شد، ملاها دنیا را جزیر کردند، اگر چنین بگوید، و اگر کسی وعظ کند یعنی پند و نصیحت کند به او بگویند که شما اینها را از جانب خود میگویید، آیا این شخص یعنی توهین کننده کافر می شود یا نه؟ و تجدید نکاح بر او لازم می شود یا نه؟ اگر لازم می شود به چی دلیل؟ و اگر نمی شود دلیل آن چیست؟ الجواب باسم ملهم الصواب: اگر شخص هدفش این است که تبلیغ و وعظ شما اینقدر خرابی دارد که از خرابی آن ملک ویران شده است، او کافر و زنش هم از او جدا می گردد، یعنی زنش طلاق می شود، چرا که توهین نسبت به دین و احکام خداوندی و توهین و ناسزاگویی علمای حق به خاطر اینکه حاملان علم دین هستند کفر است. باید دوباره توبه کند و تجدید نکاح کرده شود، یعنی همسرش را از سر نو باید نکاح کند. سخن هر ملا و نصیحتگری که به شما معقول نباشد و سخن او را قبول نداشته باشید، اصلا او را گوش نکنید. کسی شما را مجبور نمی کند، ولی هرگز تأخیر و اهانت نکنید، دشنام فحش ندهید. آنها از پیش خود چیزی نمی گویند. حالتهایی است که با این کارتان کافر می شوید و همسرانتان طلاق می شود، ولی آگاه نمی شوید. شما خود تصور کنید، کسی که از جانب خدا و پیامبر سخن می گوید، از حلال و حرام سخن می گوید، او را تحقیر و توهین و دشنامهای فحش می دهید. این عمل منافقان و دشمنان دین است. از الله مقتدر بترسید.